بچه‌ها به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز قراره که با هم یه ویدیوی داشته باشیم که میکاپ آرتیستمون میکاپ کنه منو، یه میکاپ موکای پاییزی خیلی خوشگل. 0 تا 100 رو میخواد بهتون آموزش بده. فقط این که لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم ببینیم. میکاپمون رو با کانسیلر شروع میکنیم. اول گوشه چشو با کانسیلر روشن میکنیم، باعث میشه که سن چهره کمتر بشه. با یه سایه سفید یا کرم خشکش میکنیم. چشمم باز شد. حالا پشت چشم کانسیلر میزنیم، بلندش میکنیم. چشمام انگار چسب داشت بس. آره. با این رنگ قهوه‌ای کل پشت پلک رو خوش میکنیم. با یه رنگ روشن‌تر رفت و برگشت فیدش میکنیم. از همین الان شهلا شدم. با یه رنگ تیره تر گوشش رو تیره میکنیم. اگه شاین دوست دارین میتونین با شاین طلایی روی سایه‌مون یکم برق بندازین. تصادم میکنم تو چشش. دستمون رو میکنیم تو چشش. این مرحله رو یادتون جالب شد. من خیلی شاین دوست دارم. خیلی خوشگله. می‌بینی؟ خیلی خوشگله. خیلی. برای اینکه میکاپمون پاییزی تر شه با یه مداد قهوه‌ای داخل چش رو قهوه‌ای میکنیم. بالا با مدادمون یکم تا زیر چشم پس میدیم. با یه دونه قلم ریز اینو پخشش میکنیم. با سایه آجوریمون خشکش میکنیم. اصلا تا حالا سایه آجوری نزدم. خیلی خوشگل میشه. جدی؟ من خیلی تکش هم رنگش خوشم خوشگل. نمیاد. این تو نقاشی هم انقدر از رنگش بدم میاد هیچ استفاده وقت نمی‌کنی. نمیزنم. ولی واقعا برای پاییز خیلی باحاله. حتی تک رنگش هم بزنی خیلی باحال میشه. آره والا به نظر خوب میاد. با ریمل اسنس صورتیمون یه ریمل پر میزنیم. موجه های پایینمون هم میتونیم ریمل بزنیم برای اینکه چشمون درشتر و خوشگل تر بشه. چقدر چشمام خوشگل شد. خیلی. نه خودت هم خوشگلی. قربونت بشم. ولی خیلی باحال شد. میشه. اتفاقا به نظرم قشنگ به درد بیرونم میخوره. دقیقاً. یه ذره حالا یه ذره زیاده ولی خیلی خوشگله. خیلی با نمک. هم عالی. پاییزی هم شیک. خیلی خوشگل شد. با کرم پودر هرنانتسمون با کرم پودر هرنانتس کل صورتمون جوری نگاه اشکال نداره. نه من تو کار با ندارم. کرم پودرمون هر کار دوست داره بگو بابا بگو. از کرم پودر هرنانتس براش میزنم. پشت دست بزنی با اینا بزنی بهتره تا مثلا آره روی یه سطح هم میتونیم بریزیم، فرق نداره. کامل بتونه کاری کامل ماله کشی میکنیم. همون پیشونی رو میزنیم، یک دست ته قلممون رو میاریم روی بینی. بلند. بعد که پیشونی رو زدیم ته قلممون رو میاریم روی بینی. با بیوتی بلندرمون کامل بلندش میکنیم.
از تو اینجا تفاوت رنگ زیر چشمام با کرم پودر به این ومپایر شدم. نگاه عین ومپایر کانسیلر شدم. باید بزنیم اینا درست شد. کانسیلرمون رو میزنیم. کانسیلر برای اینکه کاور بیشتری بده باید یه ذره بمونه. میتونه بمونه ولی کلا برای کاور بیشتر بمونه. چرا دیگه یه ذره خودشو بگیره بیشتر کاور میده. میتونیم این کارم کنیم ولی کلا نحوه بلند کردنش خیلی مهمه. به حالت ضربه‌ای بلندش میکنیم. یه دست، نه اینکه اینو برداریم بذاریم اینجا، اینو برداریم بذاریم اینجا. یه دست از اول تا آخر. نحوه بلندش خیلی مهمه. برای اینکه خط نیفته موقع خوش کردن باید بالا رو نگاه کنیم. اوکی. خوبه؟ عالی. کانتور ماه. برای خط کانتور میگیم بخنده که دقیقاً از خط کات گونه‌ش کانتورمون رو بندازیم. رو جوشه رو کشید. ببخشید. حالا با یه چیزی بلندش فقط کنم. گونه رو کانتور میکنی؟ نه فعلا اونو بزنم. همه رو با هم بکش. همه رو با هم بکش بره. خب کانتور دماغمون رو میزنیم. برای اینکه باریک‌تر به چشم بیاد از اونجایی که میخواین دماغتون کوچولوتر به نظر برسه از اونجا خطمون رو میندازیم و بعد تیغشو. چقدر روش کانتورت با من مخالف. چرا؟ شما مثلا این خط صاف رو میندازی، من چیزی میندازم به سمت ما این بالا. وسطش رو کلم میندازیم. نه دماغ آره منم. با یه براش سرکجی که اینجوری بافت متراکم داره بلندش میکنیم. چه برقی افتاد میبینی؟ حالا با یه رنگ گرم خشکش میکنیم. دیگه برای میکاپ پاییزه که رژگونه صورتی نمیزنی دیگه. نه بیبی ها اینا چون دیگه که نمیزنی. میتونیم از این که یکم روشن‌تره تا جلو بیاریم اینجوری که اون حالت پاییزر هم بود. دیگه صورتی نمی کنیم جلوش. هر چقدر رنگا تو توناژ نارنجی و آجوری و قهوه‌ای بره پاییزی تره. با یه رنگ خاکی یا رنگ سرد برای بینی خوش میکنیم. چرا با رنگ گرم خوش نکردیم؟ به خاطر اینکه چیزه رنگ سرد به صورت زاویه میده، رنگ گرم قرمزی میده. استرس گرفتم. چرا؟ چون که برای اینکه قیافه رو یه ذره گوگلی تر کنیم با یه کانسیلر رنگ روشن این حالت دو تیکه رو روی دماغ میندازیم. روی بینی میندازیم بهتره تا دماغ. آها یعنی اینجا و اینجا. خیلی برای اینکه بیشتر خودشو نشون بده با یه سایه رنگ روشن خشکش کنیم. هایلایتر هم میشه زد رو. آره هایلایتر هم خیلی گوگلی میشه. الان میزنیم. اون شاین طلایی رو بزن خیلی رو دماغ خوشگل میشه. همون که به چشم زدیم. با یه شاین طلایی چه گوگلی شد. خیلی خیلی دوستش دارم. منم. با یه براش بزرگ کل پوست و پودر فیکس میزنیم که میکاپمون تکون نخوره. خب ژل ابرو میزنیم. یه توضیحی هم که ابروامون رو ببره بالا. نه که ابروامون پرپشت‌تر دیده شد. مرتب شه. ژل ابرو میزنیم که ابروامون مرتب تر شه. اگه شاین خیلی دوست دارین میتونین هایلایتر رو اینجای گونه یه ذره بزنین با دست. خیلی شیک میشه. حجم تعجب قشنگ شاینی و خوشگل. آره
خیلی نناز میشه. خیلی. حالا میریم سراغ لب. میتونین رو خط لب خودتون برین، میتونین هم بالاتر بکشین. من یه ذره بالاتر میکشم چون خودم دوست دارم. اصلا با نظرتو کن. با یه رنگ نود خطشو اول میندازم. همین خط لبمون میتونیم توشو پر کنیم یکم. انقدر من رنگ اینو دوست نه، دارم خیلی. خالی میزنم. من همیشه روزانه همینو میزنم خودم. این 245 فلورماره. قیمتاش هم دیدی؟ 170,000. ولی خیلی خوش رنگ. خیلی. یا چیزتو خود درست کن چون من یه ولی هم نمی‌دونم. چیزتو خودت درست کن. خب چون میکاپمون شاینیه با یه دونه لوپ پرامپر کامل روی لب رو براق تر میکنیم. خیلی خوش رنگه. اینو بزن بیاد. احساس کنم نداره. خوبه؟ 100 از 100 چی شاین. شد؟ عالی واقعا. بعد دیگه اگه دوست داشته باشیم باز میتونیم رژگونمون رو پررنگ‌تر کنیم و کانتورمون رو پررنگ‌تر کنیم. دیگه سلیقه‌ای بقیه‌اش. عالی شد واقعا. خیلی دوستش دارم. اینم از میکاپم. چطور شد؟ خودم که عاشقش شدم واقعا. نظرتون رو توی کامنت ها حتما برامون بذارید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون داریم. دوستتون. خدافظ.